سلام، توی دوربین مخفی میخوام به عنوان یه دست فروش پیله برن در مورد محصولاتم تبلیغات چرت و پرت بکنم. ببینیم واکنش مردم چیه. مثلا این مال هیتلر بوده. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوب هستین؟ خوش میگذره؟ ببین چی دارم. چیزا عجیب غریب. اتو رو نگاه بکن. این اتو واقعا اتو خاصی نیستش. اتوش خیلی خاصیه. نگاه بیبی اتو. هر جایی که بخوایم تو استفاده کنید. اول بگو مال کجا بوده. مال مشاورین جنگ بلژیک 1997. بغلش تاریخ داره. من دارم میگم قیمت تو هر چی خودت گفتی بگو چند. تو ببین حدس بزنی چند. ارزش مالی این جنس کمیاب که تو دنیا فقط احتمالا 2 تا از روش باشه، اون یکی هم خراب شده باشه، این سالمه. چند؟ حالا دوست داری من قیمت نجومی بهت بگم؟ نه من اتفاقا دوست دارم تو پایین‌ترین قیمتی که میتونی یه چیزی بگی منم راضی باشم. 50 تا 60. 50 میلیون؟ آجی من نمیخوام برو. نه بابا این خواهد گرونه. چی خودت داری میگی 50؟ من گفتم 50,000 تومان. 50,000. شلوارک دست دو. دست دو گس نه ولی تمیزی ها. اصلا شلوارک اصلا لباس زیر دست دو نباید بفروشن. میخری؟ پول ندارم. پول ندارن چیه؟ پول جمع کن تو جوونی. این اتور دیدن؟ حال کردی نکردی؟ خدایش خیلی خاص بود. واقعا آدم گفت وای چی اتوی نه؟ آفرین به این تو میشناسی. اینجا نگاه لیفو ببین. تو فوتبال جام جهانی کریستیانو رونالدو استفاده میکرد. جام؟ کریستیانو رونالدو استفاده میکرده. چی کار به کریستیانو رونالدو داره؟ خب این هر کی بزن بتونش فوتبالیست میشه. این بخر نیست. شما بیا بخر کن. نگاه بکن. این لیف میبینی؟ این لیف چی باش کیسه میکشت؟ یه یارو بوده خارجیه. این آهنگ جدیدی اومد؟ میخوای آهنگ گوش بدی من برم. بیا عزیز. ها خب یه یارو خارجی بوده آهنگ میخونده. این آدم توش پاک بوده، تو پاک بوده اسمش. خب با این روش پاک میکرده. این آدم توش پاک بوده، تو پاک بوده اسمش. خب با این روش پاک میکرده. او توش میدونی مال کی بوده؟ این مال مشاور بلژیک بوده. تو سال 1970 کت شلواراشون خود اینا اتو میکنه قبل جنگاشون. الان ها اینا دیگه بالاخره تو دست به دست چرخیده. چقدر دنبالش بودن، الان خیلی هم دنبالشن. مال کریستیانو رونالدو بوده. مال تو جام جهانی باش فوتبال گل زده. مال هر کی بود لباس زیر اصلا دست دو نمیباب. نه این فرق میکنه. آج آقا شلوارش خیلی خاص نیست. چرا؟ این اتو رو آج آقا نگاه کن تو. اون نگاه نکن. طوری این از جام جهانی آوردیش. اینو انتقالش دادن. این تو بعد بازیش که گل زد این چند پر کرد تو تماشاچی‌ها. بعدش دیگه که تماشاچی آورد فروختش. وای یه چیز خارجی عتیقه یا هر جا گیر نمیاد. الان تو صبح امکان داره برید دیگه پیدام نکنی منه. شمارت بده داشته باش. مثلا سیم کارتم سوخته. ها بیا بخریش. میخریش؟ پول ندارم. بگو به خدا. با قرآن پول ندارم. به قرآن مجید به حضرت علی به بیا اینو بخر. آخرین شعر نوشته شده اثر هنری خودم. اثر معنوی که حداقل میتونی درک بکنی. خدا وکیل استایل با شخصیتی داری، معلوم میشه آدم کتابخونی است. این شعر رو من نوشتم، هنوز خودم نفروختمش. اگه تو بخوای من زیر قیمت بازار بهت میدمش. آقا من فدات بشم عزیز دلم. برو گورتو گم کن دیگه، هم نبینمت دیگه، هم این سمت نیا، گم و گور شو. نمیخوای تو این جامعه جایگاهی برای خودت داشته باشی؟ من به دردم نمیخوام. اصلا من به درک ضرر. تو شعر بر پخش کن بس خودت. تو چرا نمیری بازیگر شی؟ چیکار کنم؟ استعدادش داری. من چیکار بکنم؟ یعنی چیکار بکنم؟ بری بازیگری، بری تئاتر. کجا برم؟ اونجا بفروشم؟ نه کلا اونجا کار. من چیکار بکنم؟ نمیخوای؟ لیف نمیخوای؟ اصلا بهداشت بفهم لباس زیر داریم دست دو میفروشی. اتفاقا خودشون میان همه تشکر میکنن. همه تشکر. این فرق میکنه. این باعث میشه یارو فوتبالیست بشه. این بهداشت تو بزرگ میشه. خودت هم خواستی. فدای شما باشم. خاصی خودت نمیخریش. موف گذاشتم 500,000 تومان. به دردم نمیخواد. من شعرت بخش کنم که چی میشه. بیا اینجا برات 2 تا بیتش بخونم. من تو را خواهانم، تو گرنامت نهند ارومیه، من به روی تو عرض خواهم کشید. خیش برای من صفر در قفس خواهم کشید.
تو را دست خواهم زد نه کار دیگر خواهم کرد، تو را نفس خواهم کشید، پس بنگر استیل گنگ را، ببین اباحت مرد را. ممنون. میخریش؟ نه من کلش لو دادم، الان دیگه حداقل بخرش. الان اگه تو بری یه جا بنویسی پخشش کنی بس خود من نمیتونم جلوت بگیرم که. حاجی من نمیدونم الان چی گفتی اصلا. الان کوربشم مو به مو حفظش کردی. من اصلا ذهنم اگه نیست حاجی. فردا روز پخش شد چیکار کنم من؟ آقا من نمیخوام. خب نه ای پخش شد این پولش نه، بده پخش حداقل. نمیشه. این 500,000 تومان به کجا میرسه؟ توی کت شلواری خریدی 6 میلیون قیمتشه. حاجی من نمیخوام فدات بشم. کرواتی میخوای؟ نه کراوات مال قبلا مال خوزمورینیو بوده. اسم چیزه تو؟ مراد. اگه من فردا روز ببینم شعر من با اسم مراد پخش بشه میام یه خاطر میگیرم. مرد باش بگو پخشش نمیکنه. دمت گرم. من تو نمیخری چی؟ نه تو هم نمیخری؟ کار میخوای تو؟ کار؟ آه. یعنی چیکار بکنم؟ پول در بیاری. دوزی بکنیم؟ نه کار خلاف نباید کنیم. بگو من چیکار کار بکنم؟ خوبه. دنبال کار هستی یا نه؟ ها دنبال پول در آوردن ها هستی؟ ها. خیلی ارتباط گرفتنت خوبه. حیف تو داری وقت مشکل مالی تو خیلی داری فکر کنم. نگاه یه چیزی داره مخصوص خودت. تحصیلگاره مهران مدیری تو برنامه رونماییش بود. سیگار کش میخوایش؟ اینه اصلا به هیچ کی تا حالا ندادم. این خطیر میبینی خارجی زد گلوله. این سیگار نگاه نصفش مهران مدیری کشیده. جان میخوایش؟ اینو گفتم 60,000 تومان. تازه شانس آوردی بیشتر نکشیده وگرنه نزدیک 100,000 تومان قیمتش میشد. 2 تا کام گرفتی دارن ازش عکس میگیرن خاموش کرد. میخوایش؟ بابا دیگه دارم مفت میدمش 50 بیاد. من 2 تومن تو جیبم هست. 2,000 تومان؟ یعنی من به خودم هیچی به مهران مدیری برمیخوریم 2 بدم. یه چیزی بگو. 2 تومانی؟ 2 تومانی صرف کن نگاه ببین اینجا چی دارم. بیبی پیکنیک. این پیکنیک میبینی؟ این پیکنیک معمولی نیستش، پیکنیک فاصیلی بهش میگه. این میندازی تو آب بعد چند وقت بزرگ میشه. اینو بخرین ببرین خونه که برسین میگین وای ما چی خریدیم. ارتباط خوبه. حیف تو داری وقت تو میذاری برای یه همچین چیزی. وای نگو اینا میفهمی کمیابن. اینا کمیابه. مهران مدیری لباسش با این اتو میکنه. تو کمیابتر از اینا. نه تو فکر میکنی من یه 2 تا 3 تا داداش دیگرم هست ولی این هیچی نیست. نه این شلوارک جنسش خیلی خاص و کمیابه. میفروشی اینا رو. اینا دیگه به خاطری که بالاخره شاید من خدا نکنه فردا روز اتفاق برام بیفته نسل‌های بعدی بتونه اینا رو داشته باشم. ها اینو گفتم 250,000 تومان. اینو یعنی هر جا بپوشی اونجا انگار دریایی، یه حس دریایی. کی میاد؟ وای 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 کمرتون درد گرفته؟ یه پمادی داره مخصوص کمر درد، یعنی ضد گلوله یارو تیر خورده پماد زدن خوب شد. تو این مملکت تو این جامعه تو خیلی کمیابی اتفاقا. خب من چیکار بکنم؟ من میتونم خودم رانندگی بلدم، اگه بخوام رانندگی بشم، اگه بخوای خوانندگی بکنم خوانندگی هم بلدم، هر کاری بگی من بلدم. با گوشی بلدی کار کنم. با گوشی ها بابا من خودم بازی کالاف دارم روش تو تخت همر میزنم، یعنی هیچ کدوم رفیقا نمیتونن من بزنن، هیچ کدومش. کار خلاف نیستش که. باید برن دایرکت شماره بدم. داشتم دست دو فروشی جرم. دست دو فروشی که اگر صاحبش راضی نباشه مثلا برم بدوزم. نه. ولی من شلواری که رفتم خریدم از کریستیانو رونالدو که دیگه مشکل نیست. این پیکنیک پاستیلی رو نگاه. واین عزیزی